همونطور که بهتون گفتم برعکس علایقی اینجا خیلی تمیزه و برای خرید موبایل فضای خیلی مدرن‌تر و به نظر من بهتریه. حالا طبقه‌های اول نمایندگی ها رو می‌بینیم، اپل دیدن که اکثرا گارانتی میکنه و طبقه همچپ یه فضای خیلی مناسبیه که شما بیایید و با گوشی‌ها کار بکنید. سامسونگ و شیائومی و همه برندها نمایندگیشون اینجا هست و قبلا هواوی و LG دوستان بود ولی الان شیائومی و اپل رو دیدن جایگزینشون شدن. چون هواوی که ورشکست شد LG هم دیگه گوشی تولید نمی‌کنه. یه ویژگی خوبی که دیگه اینجا هست وجود پله برقیه که آسانسور هم داره. اینجا بودن با پارکینگاش 14 طبقه است. وجود پله برقی که هر دفعه که من اومدم سالم و خیلی چی کار میکنن. آسانسور هم گفتم بهتون داره ولی آسانسورش یه کمی خنگ داره. مثلا من میزنم 6 تا آسانسور داره ولی من آسانسور رو میزنم ولی نمیاد. واسه اون یکی رو میزنم میاد ولی یه طبقه خود نمیره. اینا آسانسوراشون خیلی ولی اینکه پله برقی اینجا وجود داره ببینید. حالا از طبقه زیرزمین هم یه دونه هایپرلپس ببینید که بیشترشون گوشی‌های شخصی هن ولی چیزی برای کار با گوشی هم وجود داره. بگم این نمایندگی ها درسته که شما همونجا حتما ما وقتی اینجا داریم حرکت میکنیم طبقه اول 90% فروشگاه شخصی هن. مثلا سامسونگ ماهان زده، شیائومی سومان زده، اپل استور آمیتیس میگوسته و اکثرا در 90% اوقات این فروشگاه‌هایی که توی طبقه اول هستن و فروشگاه شخصی هستن و تک فروشن یا عمده فروشن به هر حال قیمت‌های پایین‌تری دارن نسبت به نمایندگی‌ها و نکنه طبقه اولش خوبیه که بخواید شما گوشتون رو خریداری بکنید. طبقه دوم که تقریبا عجیبی که من بهش برخوردم. من امروز دارم روی روز شنبه ساعت 12 ظهر این ویدیو رو رکورد میکنم و اینکه خیلی از مغازه‌ها که اینجا میبینید شما بسته هستن و نمیدونم دلیلش چیه. مثلا یه ساعتی به بعد دو میاد ولی خب میبینید که خیلی هم بسته هستن طبقه دوم و خیلی از طبقه دیگه هستن همین کیسان بسته هستش و نمیدونم دلیل اینا چیه. شما این میدونید تو هستید بگید تو کامنت بهم و بریم سراغ طبقه سوم که بخش جذابیه. خب من دیگه نمیخوام طبقه سوم بهتون هایپرلپس نشون بدم چون همونطور که پشت سر من مشاهده میکنید 95% اینا بستن و بیمانتلی بریم سراغ طبقه چهارم. خب شما وقتی وارد طبقه چهارم بشید دنیایی از اکسسوری و آب و جلس و لوازم جانبی دیگه میبینید که من فقط نمایندگی داری و هم
بستن. حالا مثل دنیا بیان 4 اینا بسته باشن و اینم واسم عجیب بود. و میبینید که دنیای از چه میکنم این دوباره این الان اینجا یه طبقه انگار زده یه که خیلی بستن و همه چیه و نمیخواد که دیگه از این طبقه چون بگم این طبقه پنجم یکی از طبقاتیه که من واقعا دوستش دارم. من سه طبقه آخر طبقه همسط رو واقعا دوست دارم. طبقه دوسه رو اصلا خوشم نمیاد بساخته و این طبقه پنجم یکی از طبقاتی که من دوست دارم چون که دنیای از غذا و نوشیدنی و هر چی که شما بخواهید میتونید اینجا تهیه کنید و میل بکنید و لذتش رو ببرید. حالا منم یه دونه هایپرلکس یادیتون نشون میدم تا این طبقه رو هم به خوبی مشاهده بکنید. سیاه خوب دیگه ای که اینجا ما میبینیم وجود اتاق سیگار و توی علایالدین میبینید که 90% اون جرمی میکنه ولی این که خیلی ها در حال سیگار کشیدن هستن. اینم هستن که امروز اینجوریه و خیلی ها دارن سیگار میکشن ولی توی تاس شارستون کشیدن سیگار ممنوعه و یه اتاق خالی برای سیگار هست که ویو خیلی خوبی هم داره. کلاً اینا هم آسانسوراش هستن که گفتم بهتون آسانسوراش هم نشون میدم. من آسانسور رو میزنم کار کردن بایید هست الان بایید طبقه هم هسته ولی نشون میدم. سالن استراحت سینما هستش. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که یه فضای خیلی آروم برای استراحت شماست و اگه خسته شدید بسه اومدید اینجا میتونید از اینجا استفاده بکنید. و طبقه هفتم هم که سینماست. یکی از بهترین سینماییه که من تو خود تهران اومدم و سالنای به شدت تمیز و خوبی داره. هفت طبقه پارکینگه که شما میتونید هر کاری بخواید انجام بدید اینجا ماشینتون بذارید داخل پارکینگ یا حتی اگه علایالدین هم بخواید برید راحت میتونید ماشینتون بذارید اینجا راحت برید و این که بازار موقع هم پارکینگ داشت ولی خب این نمازی که فکر نمیدونش مشاهده کنم. خب امیدوارم که از ولاغ و بازارگردی امروز هم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه و شما